پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و مغولستان در قصر ملت با اشتراک و در حضور سران دولت‌ها مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ با اصرارات مشترک جمهوری تاجیکستان و مغولستان باید بر رشد منبعد تحکیم مناسبت‌های دوستانه و همکاری گوناگون جنبه امضا گذاشتند. همچنین 10 سند نو همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم آید به همکاری میان وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه مغولستان. یادداشت تفاهم میان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان و وزارت انرژتیک مغولستان آید به همکاری. یادداشت تفاهم میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقه‌واری، کشاورزی و صنعت سبک مغولستان آید به همکاری در ساحه کشاورزی. یادداشت تفاهم میان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ، ورزش، سیاحی و جوانان مغولستان آید به همکاری در ساحه سیاحی. یادداشت تفاهم میان اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت رشد رقمی، اینواسیون و علاقه مغولستان در ساحه رقمی کنانی. یادداشت تفاهم در سمت پیشگیری و برطرف کردن حالت‌های فوق‌العاده میان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی آید به حالت‌های فوق‌العاده مغولستان. یادداشت تفاهم آید به همکاری علمی و تکنولوژی‌ها میان اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمیای علم‌های مغولستان. یادداشت تفاهم میان جمعیت سهامی شده مرکزهای تصدیق کننده، خدمت‌رسانی‌های دولتی و تهیه برنامه‌های رقمی و کارخانه دولتی اکادمیا مغولستان. یادداشت تفاهم میان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و انستیتوت ملی تحقیقات امنیتی مغولستان و یادداشت تفاهمی همکاری میان مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و آثارخانه ملی مغولستان.